دو بچه‌ها به یه ویدیو جدید خوش اومدید. من محمدم. منم امیرم. خوش اومدید خب امیر آقا بالاخره اون روز فرا رسید. باریکلا به اولین قسمت مزه دوش. خوش اومدید. الان بحث جذابی. بله رقابت نیست، فقط متمرکز. امروز من و تو یک خط موازی دوستانه در کنار هم دیگه ویدیو رو قراره پیش ببریم. برای اولین بار آخر یه ویدیو نه مجازاتی هست نه پاداشی هست، در آرامش و صلح کامل فقط میشینیم می‌نوشیم. بله. برای اولین ویدیو ما دیگه سنگینش نکردیم رو دل کنیم، سبک شروع کردیم با نوشیدنی. شروع کنیم؟ بریم. خانم شروع کنیم؟ بله. برو بریم. نوشیدنی اولمون جلومون داشتم، من هیچ اطلاعی نداریم از چیه. از خانم داور میخوام که این نوشیدنی ها رو برای ما معرفی کنن. سلام بچه‌ها، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. بله تا آخرش اون چیزایی که من اون پشتم میبینم، ببین چیزای بدی نیستن ولی ترکیبشون با هم ممکنه که خیلی جذاب نباشه. آره اون یه دونه خیلی خطرناکه. بس دو تا نوشیدنی اولی که قراره تست کنید، اون بنفش رنگه، اسمش سامر فیلینگ. بله از اینجاش نوشته مسکو ولی فکر کنم طعمش همون سامر. آره طعمش سامر فیلینگه ولی اینجا نوشته مسکو. خب مسکو یعنی مزه پوتین میده. پوتین رو تا حالا مزه نکردم ولی این یکی نوشته توکیو خانم و این یکی هم برای ما معرفی می‌کنین. اسمشون توتی فروتیه. امیدوارم که درست خونده باشن. از برند کیکس، تورشیکس این یکی. اومده تشون کنید. برو بریم. اینا چجوری بازشون کنیم؟ اومده آجی. باریکلا. رفت نکردی. صداش قشنگ. دوستاشی؟ این تشکر هم میذاریم آخر بیختیباری بازی میکنیم. اول با کدوم شروع کنیم؟ بذار ما خیلی بوش کنیم اینو. بذار آره من اینو بو میکنم تو اونو بکن. این که یه بونه لیمویی طوری میده احساس میکنم. چه دوست دارم. من چه بویایی ندارم. چه بویایی نه؟ بوی نشد. خیلی شما همین میخوای شروع با اون شروع کنیم. خیلی کم کافیه. تو برای خودت بیشتر ریختی. من سنگین بریم. خب اولا که رنگ دوست داشتنی جذابی. من تو کف خیلی تخصص ندارم. طبق نظر تخصصی یه کمی زیاده. دلو میزنه انگار توف کردن ولی معلومه حسابی گاز داره. نگاه پرگازه. بریم. بریم. بد نیست ولی باب مزاج من دو تا تاشو رفتی. ترشیش اصلا نمیخوره. آره اصلا بو ترشی نمیداد ولی وحشتناک. از این یکم بریزیم. بازم برای من کم. من بوی اینو بیشتر از این ولی یه چیزی دقت کردی این کف و گازش از اون کمتر. آره نگاه اصلا تو خود شیشه این کف داره این نداره. فکر کنم ژاپنیا کلا بی گاز میزنه احساس میکنم. گاز دوستن. آره بریم آقا. من اینو بیشتر میپسندیدم ولی یه بدی داشت. ترشی این تو چون زیادم خوردی باید بیشتر احساس کنی. غالب بود بر این یکی. یعنی این مزهش قوی تر از این یکی بود. قبول داری این حرف منو اصلا؟ مخلوطش چطوره؟ این مزه دو قابلی نداره. آره ولی من میگم من مزه اینو واقعا خوب نفهمیدم چون این ترشیش قشنگ کلا این دهنمو کف کرد. خب حالا این هم خوردی چطور بود؟ فکر کنم تو اینجا به تفاوت سلیقه من آره اول نمرمونو من به نظرم تو همین نوشیدنی بنفشمون بگیم سامرشی و بعدش هم توکیو. حالا من که نمیدونم توکیو اینا کیو نمیدونم. آماده ای؟ همه کیو. شما کیو؟ 1 2 3 5 بکنو همون یه کمی که از کردم ما خوردیم ازش کافیه. آره برسه اینجاها دیگه من اصلا نه واقعا من این همه رو تا اینجا بخورم بعد خیلی مزه جدید بود. اول میره شیرینه. آره خیلی اینجا میتره که ترش میشه. 1 2 3 4 تو یعنی کمتر از این دوست داشتی؟ آره این چون اصلا ترکیب میگاش ترکیبایی بود که من دوست نداشتم. اوکی اگه خورده باشی آیسی مانکی یه مدل داره فریز. من فکر کردم اونه ولی مزه اونو نمیداد. اصلا زمین تاسو خیلی با فریز فرق داشت. برای همون یه ذره اینم زد تو ذوقم ولی باز من اینو به این ترجیح میدم. نه من اینو ترجیح میدم به خاطر شکل ظاهریش. دیگه بعد سوال نوشیدنی بعدی. همونطور که میبینید
نوشیدنی‌های جلوتون از برند کلاژنه. اوه کلاژن. جالب اینه که بدونید این نوشیدنی‌ها ویتامین هم داره. نه بابا. بله، ویتامین C، ویتامین B3، B5، B6 و D3. همه اینا تو اینه؟ اکسیر جوانی داد. کجاش داره؟ دقیقاً مکمل زیبایی و سلامتی محسوب میشه. واه این کارو بگیر. کارو یعنی بگیر. الان اینو بخوریش از زیباتر بشی. اوه میخوای نخوری؟ حالا بس همینقدر. زشت میشه به نظرم بچه‌ها یهو میبینن دلشون میخواد. اصلا نه اوکی خب. یکی از ویژگی‌های دیگه‌ش هم بگم برای تقویت مو و ناخونم هستش. واه من که همه اینا ناخونم بلند. توه؟ بله. بعد اینا همش توی یه دونه بطریه یا مثلا یه باکسش مثلا این حجم و داره یا همش توی یه بطری؟ همش توی یه بطری جاش. دمشکی هم خوب جا داده. دمشکی. بعد این اختلافشون رو عرض نکرد. رنگ بنفشش طعم بلوبری، آها اینجا نوشته آره. رنگ سبز ملون یا همون طالبیه. طالبیه. ببین اصلا حس میکنم اون دوتا قبلی ها اون دوتا که اصلا تلکوندمون اینا فکر اومده اینا بهش رو بیاره ببره. بالا. ولی طبق چیزایی که خانم داور تعریف کرد من نمیبینم اونا رو که بتونن با این رقابت کنن. ولی خب بالاخره یهو دیدی آره. خوشگلت میکنه اما به چه ازایی مزه رو ازت آره میگیره. ببین این چون هرچی خواص دارویی بیشتر مزه کمتر. مزه شربت سینه. آفرین من همین ترسو ازش دارم. خب آماده تست کنیم. بریم خوشگل شی. قبل از اینکه تست کنیم خیلی ساده است. آره ساده است ولی جنس بطری رو تو ببین. جنس بطری خوبه. آره دل داده بطری بکار. مستحکمه. برندینگش یه برند ساده سعی کرده لاکچری کار کنه. آره این فونت رولکسه میدونی که رولکس فونتش این نبود نه نمیدونم یه حس لاکچری بودن میده. در کمال سادگی زیباست. آفرین اون یه ذره حس میدونی سطح پایینی میداد. آره این با کلاسه. چون مثلا گوشی خیابون این پره لبت باشه میدونی فرق داره. پره لب کجای لب؟ پره لب بشه اینجای لب. میخوام بنفشی رو بنفشی استفاده کنم. به نظرم بیا اول بنفشی رو تست کنیم. آماده ای؟ اون حس میکنم بنفشش یه رگه یا بلوبری داره. آره. برو بیا. خوش قویه. روی این رنگ چطوری؟ رنگ چطوره؟ چه آبه بیده. من همینقدر کفایت میکنم و کف زیاد. اگه ما کف رو ملاک نمره هامون بذاریم این قطعا اونا رو که میزنه. آماده ای؟ کف زیاد گاز کم دقت کردی؟ آره ولی بخوام مال منم کف بالاست. بریم برو همون جربت. آره آفرین دیگه دقیقاً دیگه. آره داروخونه ریختن لیوان داری میخوری. واقعا من یه حس قرص جوشانم بهم میده. احساس کنم یه قرص جوشان این مزه‌ای خوردم. این الان پای دکتر بود. من فکر کنم قرص جوشان منیزیم باید همچین مزه‌ای بده. آفرین آره. خوردی تا حالا؟ قرص جوشان منیزیم. آخه منیزیم توش نداره. نمیدونم طعم اونو میده. شاید قرص جوشان منیزیم توش منیزیم نداره. شوگر فری. بدون شکر هم هست. دیگه خیلی سالمه. فکر کنم شوگر نداره. علاوه بر اون همه خواصی که گفت تازه شکر هم نداره. بریم واسه بعدی هم پرروزه. اونجایی که اون رنگ نداشت طبیعتا اینم نباید رنگ داشته باشه. روی سبز میزنه تو چشم. اینم همچنان پرکف بی رنگ. اینو کم بریز. نیستم این مارکو. جالبه که بدونی چون حاوی مکمله بهتره در مصرفش زیاده روی نشه. از اون بره از اون آقا اینو من بخورم خوشگلشم موهام بلند شه ناخونام تیز شه دیگه از اون طرف بدری ریخت. گرگینه شدی. برو بو طالبی زد زیر آه خیلی بو طالبی میده. این خیلی بو طالبی میده. امیدوارم مزه در مونگا داده. آره این اگه واقعا مزه اونو بده خوردی؟ نه نخوردم بو کردم بابا. آماده یا فکرم خوردی گفتم بذار سری منم بخورم تا ذوقم نخورده. ببین مزهش بد نیست ولی از اون بو تو انتظاری مزه رو نداری. این بد نیست چیه؟ کثافته. نه نبودم. یعنی از تو من نمیتونم بهشون انتقام کنم انقدر دوتاشون بد. آره طالبیش خیلی زد تو ذوقم. بوی طالبیش منو برد بالا. مزهش منو با کله خوردون رو میز. چی بده؟
انقدر بوی طالبیش غالبه که وقتی تو داری میخوری بو طالبیه میزن تو دهنت، ولی ما خبری هم ازش نیست. بو طالبیش با پشت دست میاد تو صورته، اما خبری هم ازش نیست. ازش هیچ ربطی به طالبی نداشت. اصلا نبودم. بریم نمره رو بدیم دیگه. نمره اول به بنفش، بعدم سبزه. 1 2 3 3 امروز بعد هم نظر بعد هماهنگی ما. طالبی 1 2 3 3 من همچنان 0 خیلی از دو اکنم دو هم به خاطر من دو هم به خاطر بوش و آره. پکیجینگش. 0 واقعا بعد دوفت. میخواستی از اینا تو خیابون بذاری پر لبت؟ پر لب که نه، ولی زد تو ذوق. چقدر صدا میده، خیلی مزه داری. هی سوت میکش. خیلی مزه داری برام صدا میده. بریم سراغ نوشیدنی بعدی. نوشیدنی که جلوتون هستش اولیش پرایم که مشخصه، کسم. به محصول مشترک دو تا یوتیوبر معروف به اسم KSI و لوگان پاول هستش. اوه بچه فیت دادن. آمریکایی. آره فیتشون شده این. یه توضیح کوچیک در مورد پرایم بهتون بدم، همین شبیه بستنی یخی با آب میبرداره. این هم پرایم. بله. خیلی چیزی که آخرین بار یادم خیلی مزه هستن یخی نمیاد. مثلا هر چی میداد جز بستنی یخی ولی باش. نوشیدنی بعدیمون چی؟ کیکس مکس. کیکس اکس. من کیکس اکس ولی اسمش سخته، هیچ وقت نتونستم اسمش یاده. این نوشیدنی میکس بری یا همون میکس توتاه. آره دیگه، ببین بلو بری، توت آبی، توت فرنگی و شاتوت و توت شاتوت و اینا. ولی من چیزی که من از کیکس مکس عکس شنیدم اینه که ترشه، خیلی هم ترشه. من از ظاهر مشخصه. ولی بسته‌بندی با این که این خارجیه ولی من اینو بیشتر. آها تو این مدلی بیشتر می‌پسندی؟ نه قوطی نه، بسته‌بندی رو نگاه قشنگ. از لحاظ برندینگ و رنگ و لاگ و اینا. پرایمو من اتفاقا برعکس بیشتر دوست دارم. بره ساده تر و همچین پرمیوم تره. پرمیوم دیدی؟ لهجه دیدی؟ اول که بریم سراغ یار قدیمی. آره دیگه. این بوش از هم تندتر هم شده. بو که شربت سینه است ولی بیکف. بیکف و بیگاه. آره. شربت سینه است گسی که میکنه میدونی؟ دوست دارم من. میخوری اول شیرینه، تش به اون گسی و تلخی میزنه. اینقدر شربت سینه است دیگه، قشنگ شربت سینه میخوری. شربت سینه میخوری چه حسی بعدش به دست میاد؟ میدونی گس میشه، تلخ میشه، این همونجوریه. من خوابم. که بالاخره یه جوری واکنش نشون میده به دارو. ایکس اکس رو تو باز کن. اوه صدا رو دوست داشتم. با اینکه میزمون رو کثیف کردی ولی صداشو دوست داشتم. رنگ قشنگی هم داره. من دوست آره رنگ قوطی رو داره میگه. رنگ قوطی جذابه. رنگ خودش هم جذابه. اوه کف زیاد. بس این ترش آقا. این اوه چه کفه برام. همین گیکس اکس مکس همون تو بگو همون. با اون اولیه که خوردیم ترشیکس. آره برندشون یکیه، جفتشون کیکسن و این احتمال داره که مزهش نه بوش نه نزدیک اون نیست ولی رنگ همونه. رنگ همونه ولی بو اصلا. رنگ همونه. میوه هاشون فرق. اوه مزه فرق داره. نوشه جان. نه به خصوص بعد از شربت سینه ایکس اکس مکس خوردن یه ذره نه چسبید به اصلا نچسبید به. منم امتحان کنم. البته بچی بیم شاید از نظر تو خوب باشه ولی از اون ترشتره. چرا؟ چون من احساس کنم از اون ترشتره. بنفشش خیلی ترش. جدی؟ چقدر بوی آشنایی داره. قریبه آشنا دوست دارم بیا. امتحان کنم. ترشه. خوبه. یه چی بگم، من یکی از دلایلی که خیلی اینو برای من خراب کرد این بود. من خیلی ترش باز نیستم. نبودمش. اگر اینکه یه امتیاز بدم به خاطر بسته‌بندیش. آره 1 2 3 8 یک پرایم. به من چون به اون طالبی 2 دادم اینو کمتر از طالبی دوستش. جدا من 1 میدم. در مانگا از این بیشتر دوست داشتی؟ جدا من 8 این اصلا اون گس و خورد به تلخی رو من اصلا دوست دارم. من 8 دوست. بریم بعدی. 1 2 3 3
بسته بندش زمینه. من یکم سختگیری. من مخاطب این طعم نیستم. ببین ما داریم یه جوری میریم جلو بچه‌ها بهترین چیز گیرشون بیاد. اون چیزایی که اونجا دارم میبینم میترسم مخاطب اون برنده اونا رو بخوریم ممکنه که یک کوچولو اذیت بشیم. اووردوز. بریم برو بریم. همونطور که میبینید نوشیدنیایی که جلو روتونه خوشرنگ و جذاب از برند ویسویه. وی چه سوی؟ اصلا تعریف تا خوشرنگ چیه خانم نامور؟ این چیه اصلا؟ اون که سفید تر جلدش فقط سویاه، دومیش شیر سویا همراه با غلات متنوع. وای نه کنی اینا بعد اونا بعد ایکس مکس اکس و زیبایی اصلا نمی‌رسه زبانم از گفتن این همه نوشیدنی عجیبه قاصره. شیر بخوری نمیبره اونا رو. من میترسم چیز به مشکلات معدوی برمیخوریم. خب من بیا اول ساده شروع کنیم نه تو غلات. یه دفعه بریم دورو خاشخاشی بخوریم یه ذره احساس میکنم اووردوز. آره 100 اووردوز. گاز داره شیر. گاز داشته باشه که من رفتم. یه لحظه مراقب باش. بله. نه اولا که پکیجینگ بی‌نظیره، جنس کیفیت بی‌نظیره. در این حد ما دندون باشه. بو رو میترسم. بذار بریزم بعد بو کنیم. بو رو میترسم. وای غلیظه خیلی غلیظه این اصلا. واگیش اصلا در اصلا ریختم به هم. وای بوش داره میاد. بوش اومد. اصلا ریختم برات بوش اومد. نکن بو کرد. بچه بودیم نم خوردیم یه شربت‌های مثلثی بود، شربت ویتامینا، روش عکس خانواده خوشحال بود داشتن میپریدن. آره. چی بود؟ سانستول بود؟ چی بود؟ مثل این میمونه توی مغازه حبوبات نشستی یه لیوان شیر دستت داری بو میکنی و از این ور بو حبوبات میاد از این ور بو شیر میاد. آخه اینکه اصلا حبوبات هم نداشت تازه که بس اون چرا بوشو میده؟ برای من واقعا مزه سانستول میده. حبوبات از بغلش رد شد. آره این شاید مثلا چون داشتن چیز می‌کردن شاید خط تویلش بغل دسته بوده. آره ولی برای من این سانستول البته اگه اسم درست بگم. ولی نه میدونی بعدش چیه؟ سانستول یه شربت مثلا ویتامینی مکملی بود. این شیر داره اون بو رو میده. بیا بخوریم بیا. وای خدا خیلی وحشتناک بود. مزه شیر خالی میده. نه یه جذابیتش هم اینه. ببین یه شیرین خوشمزه است ولی یه ذره بازم اون گسه رو داره ندونی یه جوریه. اسم میگم دهنت گسه. شاید نمیدونم یه جوری میکنه دهن. یه ذره خیلی غلیظه ولی یه شیر خوشمزه خیلی غلیظه اینجوری. یه جورایی من دوستش دارم. ولی من اینو اگه تو یه روزی تو خیابون بخوام برم مثلا از مغازه شیر پاکتی کوچیکی بخورم اینو میگیرم. این مزه صبونه. آره آفرین یه مزه سالم کامل میده. آره. میدونی صبح بخوری و بری. آره. یه تمزه تخمه هم داشت اگه اشتباه نکنم. بخوام تخمه بخوام چه اتفاقی افتاد؟ این فکر کنم با قارچ و پنیرش اگه اشتباه نکنم. اینو یه توضیح به ما میدی این فرقش با این چیه؟ متنوع شامل برنج قهوه‌ای و بنفش، کنجد سیاه، عصاره مالت و جو هسته. یه هسته برنج بنفش داره؟ اصلا روش نوشته پرپل براون رایس. من تو برنج قهوه‌ای نخوام. تو برنج قهوه‌ای خوردی تا حالا؟ من فقط من شنیدم رژیمی طوره ولی تا حالا نخوردم. ولی بهش دقت کردی؟ رنگ این از این تیره تره. خب این چیزه دیگه اصلا ببین همون که چیز کنجد داشت توش. کنجد سیاه خب این همون سیاه داره. بعد برنج قهوه‌ای داره، برنج بنفش داره، برنج صورتی داره، نه انواع اقسام شاهی کاری. ولی یه چیز بگم نامردی کرد و این پر نکرد. آره اینم همون بود. اینم همون بود. من به جفتش دقت کردم. پول پر رو میگیرم بزن نامردا و این راحت تر هم باز شد. شاید دست من عادت کرده بود. چرا افتادی بود؟ میدونی ترکیب اونا با اینا از من اینجام قوقاست. من اسید معده‌ام آهن آب میکنه. از اون لحاظ من این داخل به مشکل نمیخورم. من مشکلم کلا اینجاست. غلیظ خیلی شدت بالا. حتی بوش هم غلیظ. بو برنج رو قشنگ میده. بو برنج رو قشنگ میده.
قشنگ بو برنج کته میده. انگاری برنج رو چیز میکنید آب کش میکنید. فکر کنم آب برنج نی اصلا برنج جوشوندن اون آبش رو ریختن دیگه، چون غیر از اون کار دیگه عصاره برنج رو ریختن یه کار دیگه. منبعی از پروتئین گیاهیه. اینو هستم، واقعا هستم، خیلی خوب بود. واقعا من فکر نمی کردم بین اونا این از همه بهتر باشه. خیلی خوشمزه. اینی که از اولش ازش میترسیدیم همه بهتر بود. دقیقاً به خاطر همون براتون گذاشتم آخرین نوشیدنی. بهترین بود. مرسی خانم داور. و قسمت تلخ ماجرا این بار ما یکی از این دو عزیز رو باید باشه. درد و بلاتون بخوره تو صورت اون پای دکتر. اول قاشق پنیر رو میگیم. 1 2 3 10. نه نظر من چی 10 نیست. تو از اون لحاظ میگی؟ نه من 10 رو میدم. 1 2 3 8. آفرین. آره 8 مقبول. بریم رانده بعدی. وارد نیمه نهایی نوشیدنی‌های عجیب غریب میشه. حساس. آره دیگه حساسه. یکی از این نوشیدنی‌ها تورشیکس توکیوه، اون یکی کلاژن بلوبری. پای دکتر. این چی که آی دکتر جوانساز پوست مون غلطی رو من پای انواع دکتر. اقسام و اینا پای دکتر. و ایشون هم که توکیو؟ از بچهای ژاپن دیگه، ژاپن و توکیو اینا. بریم تست کنیم. اول با کدوم تست کنیم؟ میگم اول چون این درش بازیه نه با به هم تست نظرم کنیم. اول پای دکتر رو بخوریم که این مزهش رو خونسا کنیم. من احساس کنم این پای دکتر ممکنه از اینو خراب کنه. حالا میل خودته. نه من ترجیح میدم مزه پای دکتر رو آخر خود لیوان تو آماده کن. جورابشو نمیشه. پای دکتر همچنان کم بریز شلشو. بوی غلیظ، بوی زیاد و تند. بدتر نشو. زیاد ریختی ها. اشتباه کردم، کم میکنم. با دقت نمونه. آره ببین آقا اینجا دیگه احساس عوض کنار، عادلانه برنامه رو بدی. یه چیز جدید فهمیدم، اون احساس میکنم اون شیرا دهنمو شست. این یه مزه دلستر طور داره. وای سلام بگم دلستر چی؟ اون که هنوز حالش بده. همون کثافتی بود که بود. نه این الان برای من خیلی خوب شد. این الان برای من حکم دلستر لیمو رو داره. یه دلستر لیمو بیار مزه پا بده. جدی نه این الان داره برای من مزه دلستر لیمو میده. من اینو الان میپسندم. بریم بعدی. یه سفری به ژاپن نریم. اوس بیا که این بوی خوبی داشت. آره بوی شیرینی داره. پرگازه. خیلی خوب. پرگاز و چه مزه تو. من بین اون این هست. خب یکم هم تدریخ. 1 2 3 5 7 بریم سراغ آقای دکتر کلاژن. 1 2 3 6 3 6 چرا واقعا؟ یعنی این برات از اون بالاتره؟ من از طعم خوشم میاد. نوشیدنی بعدی که جلوتونه پرایم و ویسوی همراه با غلاته. نه اصلا توهینه شربت سینه در برابر این عزیز بزرگوار، توهینی بیش نیست. ما چون به خاطر اینکه بچه‌ها جذاب بشه ویدیو براشون مجبوریم که بخوریم. یعنی انتخاب ما که مشخصه، اصلا مشخصه. بازه و لیوان تو بیار که سریع بریم که اصلا نه وقت خودمون رو تلف کنیم، نه وقت خانم داور، نه وقت بچهای گلای تو خونه رو. شل برو بریم. عشق بی‌نظیر، شاهکار، چی می‌خوای ترجیح می‌خوای؟ فوق‌العاده، محشر. حواس که داره. خوراک صبحونه که هست. رنگ و لعاب خوب. بسته‌بندی شکیل و زیبا. 100%. خوشمزه. 100%. پر از غلات. حالا بعدش اینه پر اشاره میکنن. آره، گدا. این هم هست. این کارخونه گدا. ولی طبق چیزایی که خانم داور گفت، من این برنجا رو دارم میبینم، این سویاها رو دارم ولی میبینم، مزه برنج میده. آره صد خیلی قشنگ مزه کته میده و این اصلا میتونه واقعا صبونه کامل باشه. اینو با جود و سر صبحونه بزنی واقعا میتونه صبونه بری تو کامل دل باشه. ورزش. جدا میتونه صبونه کامل باشه و بی‌نظیر بود. بی‌نظیر من دوست داشتم. میشه پرایمون نخوریم؟ گلای تو خونه منتظرن بین ما. چند پرایم بود. اینو نگیرید. این پرایم هر چی میگیرید اینو نگیرید. شده پرایم 0 میدم که پرایم نره بالا. به خیلی دوست داری بیا بخور. چه اختلاف نظری خودش هم از قیافه‌هاتون مشخصه.
ببین اولش تو که اوله که میزنی یه شیرینی زیادی وارد دهنت میشه، بعد یهو گس میکنه تش میخوره به تلخی. نمره های امتیازهای ما رو بگیر بریم. 1 اوه عشق کردی. حالا بگو پرایم بده. آره قبشا 1 2 3 یک من دوست دارم. من دوست دارم. یک بعدی ویسوی همراه با غلات 1 2 3 ده تمام این خوبه ولی اینا وارد فینال نوشیدنی‌های عجیب غریب میشه. اولین فینال مشترکمون یکی از این نوشیدنی‌ها اش. توتی فروتیه و اون یکی ویسول. که سلطان. سلطان عزیزم من میگم بیا خوب تمومش کنیم. پس توتی فروتی رو بریز. اصلا نبرد یکم ناعادلانه بود. اصلا نه؟ مزه ها میترسم الان اینو بخوریم توش آره. با اون دیگه تمومه. سیرشاتو بگیر. اصلا نمیزنه دیگه، اصلا نمیزنه. در دهانم قوقاست. انقلاب مزه ها بود. به خدا من دیگه نوعی حساب دادم. واقعا نمیتونم تا آخرش رو برم دیگه. بیا تمامش کنیم بازی، کسی نکن این کارو، نکن این کارو. خوب ولی تمومش میکنی. اولین فینال. ببین اینجور تو لیوانای قبلیتون رو بردارید. خسته نباشید. زیبا. بسیار جذاب، اینو گرفت. زیبا و خوشگل. شاکر. تمام الان باید قهرمان نوشیدنی‌های عجیب غریب رو مشخص کنی. اولین فینال مزه جو. بله ببین اولین برنده، کسی که اولین بار قرار کاپ قهرمانی مزه دوش رو بگیره. بریم سراغ امتیازدهی. من از اول با ژاپن شروع کنیم، تکلیف خودمون رو با ژاپن مشخص. آره دیگه. 1 2 3 یک بابا یه احترامی براش قائل باش. مردی تا فینال اومد. اصلا نکن. به یه ریشی رو بزن. به خاطر تو، به خاطر این ریش مردونه که داری پاندا شما بزن 1.5. همش نیم تا بعدی 1 2 3 11 15 13 آقا صبر کنید از 1 تا 10. 10 چون ما رو محدود کردم ما میگیم 10 ولی واقعا این صبونه کامل. قهرمان نوشیدنی‌های عجیب غریب همونطور که مشخصه ویسوی همراه با غلاته. افتخارش به بسه تقریبا برند ویسوی بابت این نوشیدنی جذابی که درست یه صبونه کردن. کامله. بسیار زیبا، جذاب، مطمئن. اصلا خیالت فکرشو راحت. نمی‌کردم اول من واقعا دیدم بین یه نوشیدنی گازدار یه شیر اصلا. از اون بغل و بیاد اون بره. چیزی که اونجا چیده شده بود اصلا اینا رو در ما از این وحشت هم داشتیم تازه. من از این خیلی میترسیدم که اصلا حالمون رو بد کنه ولی نه بی‌نظیر. اونا حالمون رو چون من تا حالا شیر سویا نخورده بودم منم نخورد. و به عنوان اولین تجربه از شیر سویا به نظرم فوق‌العاده بود. مرسی که تا انتهای اولین قسمت مزه دوش با ما همراه بودید. تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار. نازکی مثل بابا با ضرب بسارش یه بایه. به میگه نازکی مثل تو قلبت آسانه با من روشن خدا با من روشنه. نه برو بریم. خب 1 2 چه بنده خدا زبان موی اینی که گفت اون کارتون نمو بود. مارک موی صدا تو نزن به زنگ میزن. اول به پراید نمره بدید بعد بیه